زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی یا رومی، یکی از بزرگترین شاعران و عرفای فارسی زبان قرن هفتم هجری است. او در 6 ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ، امروزه در افغانستان، به دنیا آمد. مولانا به دلیل مهاجرت خانواده‌اش به قونیه در ترکیه امروزی به رومی نیز شهرت دارد. خانواده و کودکی. پدر او، بهاءالدین ولد، معروف به سلطان العلما، یکی از علمای برجسته و عارفان آن دوران بود. به دلیل تهدیدات سیاسی و هجوم مغول‌ها، خانواده مولانا از بلخ مهاجرت کردند. آنها از شهرهایی مانند نیشابور، بغداد و مکه گذشتند و سرانجام در شهر قونیه، واقع در ترکیه کنونی، ساکن شدند. تحصیلات و استادان. مولانا تحت تعلیم پدرش و دیگر استادان برجسته زمان مانند سید برهان‌الدین محقق ترمذی به تحصیل علوم دینی، فقه، تفسیر و عرفان پرداخت. او در جوانی به عنوان یک عالم دین شناخته شد و به تدریس و ارشاد پرداخت. دیدار با شمس تبریزی. در سال 642 هجری قمری، دیدار مولانا با شمس تبریزی نقطه عطف زندگی او بود. شمس، عارفی سرشار از عشق و معرفت بود که تحول عمیقی در روح مولانا ایجاد کرد. مولانا از یک فقیه و مدرس علوم دینی به شاعری شوریده حال و عاشق بدل شد. این دگرگونی باعث خلق آثار عارفانه و عاشقانه بسیاری شد. اما پس از مدتی به دلیل مخالفت‌های اطرافیان، شمس تبریزی ناپدید شد. احتمالاً کشته شد یا به طور مخفیانه از قونیه رفت. این واقعه مولانا را به شدت تحت تأثیر قرار داد و بخش زیادی از اشعار او انعکاس عشق و دلتنگی او برای شمس است. آثار و اشعار. مولانا آثار ارزشمندی در ادبیات فارسی به جا گذاشت که مهمترین آنها عبارتند از: 1. مثنوی معنوی، شاهکار عرفانی مولانا و از برجسته ترین آثار ادبیات فارسی، شامل 6 دفتر و حدود 25,000 بیت، موضوعات عرفانی، اخلاقی و حکایات آموزنده. 2. دیوان شمس تبریزی، مجموعه غزلیات و رباعیات عاشقانه و عرفانی. این اشعار انعکاس شور و وجد او نسبت به شمس است. 3. فی ما فیه، مجموعی از سخنان و مجالس مولانا. 4. مکتوبات، نامه‌های مولانا به شاگردان و دوستانش. اندیشه و عرفان مولانا. مولانا بر محور عشق، وحدت وجود و تعالی روح تاکید داشت. او معتقد بود که انسان باید از قیود ظاهری رها شود و با عشق الهی به مقام وصال برسد. عرفان او فراتر از تعصبات مذهبی و مرزهای جغرافیایی بود. به همین دلیل آثارش امروزه نیز مخاطبانی در سراسر جهان دارد. وفات و آرامگاه. مولانا در تاریخ 5 جمادی الثانی سال 672 هجری قمری در قونیه درگذشت. آرامگاه او که به مزار مولانا یا موزه مولوی مشهور است، یکی از زیارتگاه‌های مهم در قونیه ترکیه است. تأثیر جهانی مولانا. مولانا نه تنها در میان فارسی زبانان بلکه در سطح جهانی الهام بخش بوده است. اشعار او به زبانهای متعددی ترجمه شده و پیام عشق و معرفت او همچنان انسانه بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان یونسکو نیز سال 2007 میلادی را به مناسبت 800 سالگی مولانا به عنوان سال مولوی نامگذاری کرد.